به نام یاد خدا. دوستا و همراهای نازنین ما سلام، وقتی همه شما بخیر و روزی صحت و سلامتی شما رو داریم. دوستای عزیز، سرجان و مادرجان من یک سلام کنه، بلکه شما حساب گفتنی زیاد داریم. دوستای نازنین سلام، وقتی همگیتان بخیر. دوستای نازنین امیدواریم که خوب باشین، خوش باشین. دیگه همه جان تو یک سلام بیدی. سلام دوستا، دیگه کلگیشون خوش صحتمند باشین. امروز دیگه یک مراسم داری بخیر، سن طرف بازار رایی یک عروس بیرون بله خوب. بله دوستای عزیز، مادرجان مراسم گرفته، خوشخبری. آره خوشخبری. یا خدا قدمش را نکنه. خدا کنه که بیخین چون جور تیار باشین. الهی آمین. نگاه. ان شاء الله. دیگه دوستا عجله داریم خیلی زیاد، باید بریم بازار خرید کنیم چون وقت کم است. دیگه شما از همراه از ما باشین که ما چه چیزا میگیریم، بازار بریم یک دفعه. دیگه گفتنی دیگه فعلا نداریم. نه دیگه دوستا همراه از ما باشین، ما روی بنده عروس لباس میگیری. دیگه در انتهای ویدیو بس میگیریم فعلا. خود دوستای نازنین مو رفتی بازار پس آمدی، ولی متاسفانه بلدش ویدیو گرفتن نتونستی. دوستان می چیزایی را که میگیرین جدید است، یعنی میاره گرفتیم که گفتیم بیاره بلش نشان بدیم. بله اینا وسایلای عروس خانم دوستا. دیگه اینا رو سهرجان دانه دانه لطف کنه شما رو نشان میده دوستا که چی گرفتیم. آره دوستا گفتیم بلدشیم دانه به دانه ویدیو بگیریم، ولی چی نشد. شرایطی نداشتیم شرایط چون وضعیت نداشتیم. بازار آه خوب نیست این موقع ها دوستا. دیگه او خانواده عروس هم راضی نبود. پسانم نگفتیم، گفتیم شاید راحت نباشه نه. راحت نبودن اونا آه. دوست. دیگه دوستای عزیز هنیا رو برش نشان میدیم، وسایلای آرایشی عروس خانم از دیگه اینه دوستا. اینی است، اینی هم که برای زیکته کنار اینجا بیله داخل شی، این هم که شانه شی، این هم که ناخون های پاک کنم که رنگ ناخون کرد. یه چیزه بچو دوستا و سه بلده نیو را که چیزه دیگه نیش که خمیر دندان و برس دندان چیه. اون دیگه اینیایش هم خودگانش مشاید دوستا بفهمین دیگه ما سه سردر نمیرم از اینا استفاده نکنم. چیزای جدید هم دوستا آره. کش معلوم نیه که اینا چی هست اینا میشون. دیگه دوستا اینی هم که روغن موی و فیکسر و پرایمر و اینی چیزایه، اینی چیز بوده می؟ تافتی مو، عطر و یعنی شامپو، تتو ابرو. تتوی ابرو. دیگه دوستا اینی هم آینه، اینی هم ماشینی نخ، یا هم که زیر اسمال تر، همه چیزی مکمل کشته دیگه دوستا خودش خوش کده همه اینا را. دیگه اینی هم دوستا بیکشی دیگه اینی چیز بود چپلیشی، این چپلخشی. اینا رو دوستا عروس خانم خودش انتخاب کرده، ما گرفتیم به انتخاب خودش همه چیز. هلیا گبیله دوستا. هلی جان دیگه تو زحمت نکش بابا جان. این یک چپلخشی دیگه، یک دانه دیگه هم اینجا گرفته. اینش دیگه شی ایش دو دانه لباس گرفته، برای از دو دانه شیشی دن گرفته دیگه چپلی گرفته. دیگه اینی دوستا از مادرش یه اینی رقم دیگه. اینی دوستا کسته لباس های امیشی اینیشی از امگان شه 4 دانه است، یک رقم از امگان برای شه همه های عروس. دیگه اینیش است دیگه اینیش هم است. یه دوستا اینی کسته از پدرش خود، پدر و برادر و مامایشی. آره از پدر کلانشی، از پاپایش، از مامایشی. اینیش کسته از اونایشی همگیش یک رقمه. یک چیز نابوتن هم نه دوستا عزیز، یک چادر بین خانه است. دیگه دوستا زیاد شیرینی کلان نیه. اینیش که از امهایش بود نه؟ نه. اینیش طرف بیدم بایستم اینش چی بود؟ اینیش کسته دوستای عزیز شال بی سر یادیسن. شاله که هنوز میرم جور نگیم. هنوز جور نگیم دوستا، با وجود که صبح شب موچی داریم مراسم داریم هنوز جور نگیم. دیگه اینجا دوستا دانه چادر کوکی گرفته جیفون، خیلی هم قشنگه. دیگه یک دانه زیر هم چادر گرفته، گاج است این هم سرش گفتگی. دیگه ایناش که دستمال است که داخلش لباس عروس رو بسته کنید. خب دیگه هیچ چیزه چم که لباسی از خود مادر عروسه، این جز مادر عروسی بسته. هر دو
پدر عروس و مادر عروس، نه مادر داماد و مادر عروس یک نفر میشه دوستا. این چیزه یعنی شلوار بکشه دوستا. کامرامین یک کم پیش بریم. این شلوار چیز میگه؟ لیلون متر میگه. ایش زور خمسته. دیگه اونجا دوستا حدودا یک ده جور لباسه، کمتره یا زیادتره. یعنی شلوار کامرامین اونا هم میگه؟ خرچکی میگه نه اونا را. یعنیش از برادرهایش از خوارایش اینا دیگه نیاز ده نشان دادن نداره. نشان دادن نداره دیگه. یک جوره لباس عروس که است دوستا اینیه. خوش کده؟ اینی گرفته. خیلی قشنگه نه؟ دیگه این چیز بود. یک جوره لباس دوستا این گرفته، یک جوره اشته اینی. کامرامین بیاد دوستا. یک جوره اشته دوستا اینی گرفته. ایشتا دیگه جور کنیم. گفتیم شاید دیگه باز بوبشه. ایشتا جور کنیم دیگه دوستا دیگه ایشتا که دو روز در ویدیو شما نشان دادم. ایش از خود دوستا جور شده. دیگه کسته برای ازی لباس کسته گردوبند گرفته. اینی کسته. ایشتا که شما نشان دادم. ایش از خود دوستا. اینیشی از عروسه. اینش کسته دوستا از عروسه. اینم خود چی گرفته دوستا؟ یا بابا دیگه دوستا از یک دانه چیله گرفتیم. اما یک دانه کردهش هم که نشان میدیم برای شما. بابا یعنی چیلش هم بر نشان میدیم. یعنی دوستا از چیلی عروس. دیگه یک دانه هم که کردهش گرفتیم. دوستا بزنیم کردهش. دیگه اینه چیزا رو دوستا گرفتیم. بعضیش در خانه عروس هم مثلا بزنیم. یک مقدارش هم خانه عروس دوستا که اونا بردن که مو جرمونیم آمادم نیم دیگه یک ذره عجله‌ای شد دوستا با ما خاطر گرفتاری های از مو دمی روزا زیاد هستن. امروز هم باید بریم خرید کنیم. دیگه دوستا خریدار نیستشی منده. دیگه اینی هم کستا باید بوره چیش نه داخلی پتنوس جورش نه دیگه. این هم چیزای شده شال چی باید پیسه زدش نه. یعنیش منده دیگه مختی بعد از شاید بوره جور کنه. بله اینا رو مبریم جور منیم دیگه دوستای عزیز. یعنی این مقدار خرید که شما دیدین اینا رو گرفتیم. دیگه دوستا انشالله نیک مبارک شکنه. در خوشی بابشه. دیگه از این برنامه از مراسم اینا ولدش ویدیو زیاد میگیریم دیگه. قد از مو باشین. بله دیگه مختی گفتنی نداریم. گفتنی دیگه نیست دوستا. تا ویدیوی بعدی و برنامه بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم دوستای نازنین. همراه ما باشین، منتظر ما باشین. خدا یارو نگهدار.